بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما کوروش عرفانی هستم و گفتاری رو تحت عنوان تشدید اختلافات مافیاهای درون نظام خدمتتون ارائه میدم در این روز دوشنبه 27 ژانویه سال 2025 میلادی که برابر هست با 8 بهمن سال 1403 خورشیدی. در این 48 ساعت گذشته از آخرین برنامه که روز شنبه داشتیم اتفاقات مهمی رخ داده و در حال رخ دادن است که بد نیست به اونها اشاره بکنیم و بعد بریم به سراغ مسئله بسیار مهمی که در درون کشور مطرحه در حال حاضر و اون پدیده است به اسم غم‌کشی سیاسی. عزیزان بسلام، حضرات دارن به تدریج وارد مرحله جالبی از نزاع‌های درون رژیم میشن که باید به اون بپردازیم. اما قبل از اون، همونطور که شاید در جریان باشید، روز شنبه بود که آقا ترامپ یه صحبتی زد و اعلام کردش، دم در هواپیما بود بین هوا و زمین، اعلام کردش که من با رئیس جمهور مصر و عرض کنم پادشاه اردن صحبت کردم، گفتم نمیخواید یه چند میلیونی از این فلسطینی ها بیان تو سرزمینتون و با هم دیگه اونجا که در پاسخ به این موضوع ما دیدیم فلسطینی ها که سرنوشت خودشون رو برخلاف بسیاری از ملت های دیگه که یکی از اونا معرف حضورتون هست به دست احد الناسی نمیسپارن و خودشون مسئولیت تعیین سرنوشت خودشون رو بر عهده گرفتن، آمدن و با یک حرکت بی‌نظیر وارد سرزمین هایی شدن که اسرائیل با هماهنگی بنگاه معاملات ملکی آقا ترامپ میخواست اونجا رو خالی نگه داره که بعد انشالله داماد آقای ترامپ بیاد اونجا و عرض کنم شهرک و خونه و اینا بزنه برای اسرائیلی ها که برن اونجا زندگی بکنن. این اتفاق عزیزان نیفتاد. در یک اقدام به اصطلاح بی سابقه صدها هزار از فلسطینی ها راه افتادن و حرکت کردن به سمت جایی که سرزمینشون هستش، سرزمین مادریشونه، سرزمین پدریشونه و نمیخوان از دست بدن و بنابراین در اشل تقریبا میشه گفت چند صد هزاری، شاید نزدیک به 1 میلیون نفر به راه افتادن. ملاحظه میکنید تصاویری از اون رو تا خودشون رو به محلی که از اونجا به خاطر جنگ رونده شده بودن برسونن و اون در منطقه شمال غزه هستش. اینا کسانی از ساکنان شمال غزه هستند که به خاطر جنگ و درگیری ها و کشتار و نسل کشی آمده بودن به اصطلاح پایین و الان دارن خودشون رو میرسونن به جایی که عملا محل زندگیشونه، هرچند که به طور کامل ویران شده، در و داغون شده، ولی با این وجود این توانایی رو از خودشون نشون دادن که میتونن اون نواری رو که اسرائیل ساخته بود برای اینکه اینها رو جدا بکنه بشکنن و وارد به اصطلاح سرزمینشون بشن، برن به سمت جایی که میبینید بچه کوچیک بغلشونه، بار و اساس و بعضی از بچه ها هستن پا برهنن، به طور مثال کفش ندارن، ولی در عین حال شجاعانه و بدون کمترین تردیدی با عزم جزم با اراده دارن برمیگردن به سرزمینشون که 80 سال اسرائیل در اشغال خود داره و 80 ساله داره تلاش میکنه که یا اینا رو بکشه یا نابود کنه یا زندان بکنه یا نمیدونم به مهاجرت بفرسته و از پس اون بر نیومده و الان میبینید این حرکت عظیم فلسطینی ها یک تودهنی محکمه به تمام کسانی که نشسته بودن در مورد فرستادن این جمعیت به صحرای سینا در مصر و در اردن و کجا به نوعی به اصطلاح رود درازی میکردن. این عزیزان وقتی یه ملتی
تصمیم بگیره که سرنوشت خود رو به دست بگیره در بدترین شرایط، در وحشتناکترین و هولناکترین شرایط، بعد از یک کشتاری که تو هم بوده با مرگ بیش از 100,000 نفر، چون همینطور جسد داره از زیر آوارها بیرون کشیده میشه. با این وجود میبینید که نه، هیچ گونه تردیدی در رفتن به سمت اون چیزی که به عنوان سرزمینشون، سرنوشت خود، آینده خود میبینن ندارن و بزرگترین و جنایتکارترین و پسفطرتترین ارتش روی کره زمین رو که ارتش اسرائیل باشه پوزش رو به خاک میمالن. میبینید الان اینها رو با لگد بیرون کردن و دارن برمیگردن به سرزمینشون. این عزیزان علاوه بر اینکه یه پیروزی بزرگ برای ملت فلسطینه، یک پیام بسیار مهم هم برای تمام ملت‌های دیگه‌ایه که میگن ما که نمیدونیم چی میشه. به اصطلاح این ملت‌های ما که نمیدونیم چی میشه ملت‌هایی هستن که به تدریج متوجه میشن که اگر میخوان زنده بمانن، زندگی کنن، میبایستی از جانشون دفاع بکنن و تکون بخورن و ترس رو بذارن کنار و تنبلی رو بذارن کنار. برای اینکه تاریخ ثابت کرده تمام ملت هایی که میترسن، تنبلن، بیورزن، خود رو به کوچه چپ میزنن، با جم تیوی سر خودشون گرم میکنن، به سایت های پورن زیاد توجه میکنن، پای منقل زیاد میشینن، قرص میخورن، اهل خواب و خورناسه و خربزه و اینها از همه نابود میشن. تاریخ ثابت کرده که اینا همه نابود میشن و فقط ملت‌های اینگونه میمونه، ملت‌هایی که 480 روز بمبارانش میکنن، تیکه پارش میکنن، گرسنگی و تشنگی و همه چی میدن، بازم میبینید که عین یک لشکر عظیم قوی استوار را میفته، میره میگه اینجا همین خرابه ها خونه منه، حق منه، سرزمین منه و من اینجا رو ترک نمی کنم. ترامپ و با بزرگ ترامپ و 60 از اونها بیاد یا نتانیاهو کثافت آدم کش بیاد، هر کی که بیاد از پس ما بر نمیاد. عزیزان این پیام ملت فلسطینه، این پیام ملت قهرمان فلسطینه به تمام دنیا. توسری محکمیه که داره بر سر سرمایه‌داری و صهیونیسم و همه میزنه که حرف اضافه نزنید، شکر اضافه نخورید. ما در مورد خود تصمیم میگیریم، کسی در مورد ما تصمیم نمیگیره. عزیزان بنابراین من شما ایرانی هم میتونیم اینو یاد بگیریم و برای این مبنا عمل بکنیم. اما امروز همچنین مصادف است با اولین هفته روی کار اومدن آقا ترامپ. دوشنبه قبل بود، یادتون باشه ما هم در خدمتتون بودیم، دقیقه به دقیقه حرکتش رو در کاخ سفید و بالا رفتن از پله ها و پایین اومدن از همه رو گزارش میدادیم خدمتتون که در جریان باشید. یه هفته گذشت و بر اساس اون فرمول علمی آکادمیکی که میگفت آسالی که نکوست از بهارش شدید پیداست، عزیزان ما داریم میبینیم که در اخبار و گزارش ها و اینها مسائلی داره مطرح میشه که نشون دهنده اینه این یه هفته اوقاتها هم که یه دی فکر میکنن اونجوری که قرار بود باشه درخشان نبوده. مثلا آقا ترامپ گفته بودش که من از روز اول که بیام قیمت ها میاد پایین، از روز اولی که اومده قیمت ها داره میره بالا. عزیزان و این خودش نشون دهنده اینه که قول و قرارهایی که داده همه قرار است یکی بعد از دیگری درست عمل بکنه. امروز شاهد یک به اصطلاح ریزش شدید بودیم در بازارهای بورس سهام آمریکا که واقعا به استثنای داو جونز و اونم به خاطر برخی از سهامی که مربوط به شرکت‌های بزرگ ساختمانسازی و غیر ذالک است، باقی اون همونطور که می‌بینید درصدهای وحشتناکی سقوط رو به خودش دیده و ایندکس شاخص بازار رو اینجا ملاحظه می‌کنید، ببینید شاخص ترس هست. ببینید اینا رو تقسیم بندی میکنن. آقا ترامپ گفته بود که من بیام این عقربه طلاق میخوره تو این کله صد به اصطلاح اکستریم گرید، یعنی همه دنبال اینن که پول به دست بیارن چیکار بکنن و اینا، یعنی بره رو صد.
الان میبینید رو 38 در منطقه‌ای که فیر مطرحه، ترس از چیه؟ ترس از اینکه یا امام زمان این اگر اینجوری بخواد عمل بکنه اما چجوری میشیم به اصطلاح؟ این الان سوالی که تمام شرکت‌های بزرگ اقتصادی امریکا، هیئت مدیره ها و بردها اینا نشستن میگن هی قراره چجوری بشه اوضاع و احوال، اینو نمیدونن عزیزان. و چون نمیدونن این شاخصه میادش روی به اصطلاح محل و منطقه هراس ترس قرار میگیره و یه ذره دیگه بیاد پایینتر از 25 به این طرف وارد اکستریم فیر میشیم عزیزان، یعنی ترس وحشتناک دیگه. اونجاست که موها سیخ میشه و فیلم های هیچکاک رو دیده باشید یه همچون موقعیتی به وجود میاد. حالا دلیلش عزیزان بخوایم یه ذره در برنامه با وجود اینکه وقتش محدوده همچین بگینگی ریشه یابی کرده باشیم، ببینیم ناموس قضیه کجا ایراد داره، برمیگرده به اینکه ساختارها وقتی که به وجود اومدن و شکل گرفتن تغییر دادنشون به این آسونی نیستش که من آقا ترامپ از راه برسم یا الله بگم وارد کاخ سفید بشم، بگم اگزیکیوتیو اوردر بیارید، دوست دارم امضا بکنم، خیلی دوست داره اگزیکیوتیو اوردر، هی بیارن حکم حکومتی امضا بزنه ببرن، امضا بزنه ببرن و خیال بکنه که چون من الان دارم همه چیز رو امضا میزنم همه چی درست میشه، همه چی دیگه رو به راه میشه. شما تصور بکنید شاخص قیمت ها در طول این یک هفته افزایش پیدا کرده. ما ایرانی ها باش خیلی آشنا هستیم، کلمه دقیقش عبارت است از تورم عزیزان در همین یک هفته افزایش پیدا کرده. بورس وضعیت خوبی در این یک هفته نداشته، همه منتظر بودن که یه ذره این تلاطم های هفته اول بگذره و بریم انشالله وارد امروز دوشنبه بشیم خبرهای خوش برسه. میبینید خبرهای خوش نمیرسه بیناموس و همینطور شاخص ها در حال به اصطلاح پدیده‌ای به اسم سقوط که ما بهش سقوط میگیم هستن، همینجور دارن میرن پایین فعلا. حالا اول ماجراست عزیزان، ولی عملیات معیرالعقول آقای ترامپ داره نشون میده که بر اساس اصطلاح معروف وقتی چکش به دستت گرفتی تمام مسائل چه با ناموس چه بی ناموس دنیا رو به شکل میخ میبینی عزیزان و فکر میکنی که باید یه دونه در ملاجش بزنی که حل بشه، کار به جاهای باریک میکشه. ببینید در همین یکی دو روزه اختلاف‌های شدیدی بین آمریکا و کشورهای تقریباً همجوار، مکزیک، اون پایین کلمبیا راه افتاده، برای اینکه این میخواد هزار اینا رو سوار هواپیما بکنه برگردونه و اون کشورها به این آسونی پذیرا نیستن. بنابراین جنگ تعرفه الان به راه افتاده، جنگ که به اصطلاح روی قیمت‌ها بکشن و اینها، و هدف آمریکا اینه که بر اساس اون ضرب المثل معروف که گفتن خامنه‌ای رو باید دم حجله سر برید، عزیزان برن به سمت چی؟ اینکه از اول با زور و با قدرت و با همه چی و قلدری نشون بدن اینجوریه ها. و میبینید که اگر قرار باشه چند روز، فقط کمتر از یک هفته، هنوز چند ساعتی مونده یک هفته بشه والا، دولت آقای ترامپ زاینده این همه معرکه باشه، وای به حال 4 بار 365 روز هموطنان عزیز، 4 سال 365 روز این قراره که اینجوری حکومت بکنه. حالا بذارید برای که خیال شما عزیزان رو راحت بکنم این رو بگم خدمتون که دنیا برای خودش یه مبنا و حساب و کتابی داره و امریکایی ها معمولا تفلکا دنیا رو نمیشناسن. این تنها عیب و ایرادیه که دارن. آدمای بسیار خوبی هستن ولی هیچ چیزی از جهان نمیدونن، کلشونو میکنن توی اون حباب خودشون و اونجا احساس بزرگی و عظیم صبح زور شب اینجا تو تلویزیون دارن واسه خودشون میگن که ما بزرگترین ملت جهانیم، ما عظیمترین ملت جهانیم، ما قویترین ملت جهانیم، ما ثروتمندترین جهانیم، ما همه چیزترین جهان، همش این چیزا میگن واسه خودشون. خیلی هم خوبه چون بهشون روحیه میده. اما وقتی میرید با دنیای واقعی برخورد میکنید یه دفعه میاد و میبینید که
چقدر دونکیشوتوار داشتید زندگی میکردید قبل از این. یکی از این موارد رو من به عنوان مثال خدمتتون میگم تا هممون در بیابیم که چه خیری دیدیم. ببینید یکی از خبرهای صفحه اول CNN الان عبارت است از این خبر: A shocking Chinese AI advancement called DeepSeek is sending US start plunging. ترجمهش به زبان سعدی میشه یک شرکت به اصطلاح هوش مصنوعی پیشرفته چینی یک ضربه شوک به بازار سهام امریکا وارد کرد و این بازار سهام فرو رفته، پلانجینگ، غرق شدش، رفت پایین. شما اگر شاخص نستک رو الان نگاه بکنید که با هم دیدیم داره همینجور پایین میره قربونش برم و این نشون دهنده اینه که اینها ممکنه با رویاهای خودشون یه سری چیزها رو مثلا برنامه ریزی بکنن و پیش بینی بکنن. ملاحظه بکنید این شاخص نستک الان 664 پوینت معادل 3.33% از دست داده از همین چند ساعت پیش که باز کرد. معادل میلیاردها دلار هستش. حالا دلیلش همین یک مثال میتونه خیلی گویا باشه برای کسانی که علاقه‌مندن. این پروگرام هوش مصنوعی که اتفاقا اجازه بدید دیدم که حتی برادران BBC هم این رو در خبر صفحه اولشون آوردن، اینجا به فارسی هم میتونید داشته باشید. ببینید میگه دیپسیک هوش مصنوعی چینی بازار رقیبان رو متلاطم کرد. این همون پلانجینگ، همون با سر دارن میرن به اصطلاح پایین. حالا چیه داستان؟ اومده یه دونه اپلیکیشن هوش مصنوعی درست کرده چین که شما میتونید سوار بکنید. اولا مجانی، پول مول از شما نمیخواد. ثانیاً این که بسیار موثره، قویه، سریع، دقیقه. یعنی تمام این چیزی که شما اینجا در امریکا با به اصطلاح معادل هایی مثل جمینی گوگل به طور مثال، مثل گروک شرکت ایکس، یا به طور مثال چت جی پی تی اوپن ای آی بخواید به دست بیارید، باید پول بدید، کندم هست، تمام اطلاعاتتون هم میگیره، جاسوسی هم همین کارا رو میکنه. این دیپسیک هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه. یه آدرس ایمیل ازتون میگیره که فقط ثبت نامتون بکنه، بعدش که ثبت نام کردید روی تلفنتون هر بی‌ناموسی خواستید باهاش میتونید بکنید، هیچ کس کاریتون نداره. قوی، سریع، مفت، مجانی، دقیق، سرعتش بالاست. و این حالا همه اینا رو داشته باشید. اون جایی که بازارها به هم خورده رو ببینید کجاست. در آمریکا دیدید چند روز پیش آقا ترامپ یه 3 نفر رو به خط کردش، رئیس شرکت اوپن ای آی رو، رئیس شرکت اوراکل رو و همینطور یه بانکدار چینی رو، و گفت این 3 تا دسته گل رو میبینید؟ همه گفتم میبینیم. گفت اینا قرار 500 میلیارد دلار روی توسعه هوش مصنوعی در آمریکا سرمایه گذاری بکنه. پشت سرش همه دیگه آیبیا که نوروزه رو خوندن و رفتن دیگه، خوشحال همه. که حالا قرار اینا مثلا به واسطه این 500 میلیارد و سر و صدا و آقا ترامپ و اینا چکار بکنن؟ قراره که اپلیکیشن های هوش مصنوعی رو درست بکنن و different kind of AI applications به قول معروف، انواع و اقسام اپلیکیشن ها یا کاربرد های هوش مصنوعی بیاد. و چینی ها اومدن گفتن ما یکی داریم، و گفتن چی داری بی‌ناموس؟ گفته اسمش دیپسیکه، فرستاده. بعد نگاه کردن این چقدر قویه، چقدر همه چی داره، قربونش برم و فلان و بیسار این حرفا. حالا نکته از اینجا شروع میشه. گفتن چند میلیارد خرج این کردید که انقدر سافستیکیتد، انقدر کامل، انقدر خوب و سر. گفتن چند چی؟ چند میلیارد؟ میلیارد کجا بود عزیز من؟ تمام خرجی که این برداشته، اینطور که خبرگزاری ها دارن میگن 5.8 میلیون دلاره. یعنی زیر 6 میلیون دلار چیزی رو توسعه داده که آمریکایی‌ها تا به حال براش یه چند میلیاردی خرج کردن و آقا ترامپ هم اومده گفته یه 500 میلیارد دیگه هم میخوایم خرج بکنیم. ببینید
عدم هر گونه تناسب، توازن، تراز در این دو رقمی که داریم صحبت میکنیم، تمام این شرکت هایی رو که میخواستن یا کرده بودن یا قرار بود بکنن سرمایه گذاری بکنن روی شرکت های AI یا هوش مصنوعی آمریکا، اینا رو به هم ریخته. این شوکی که داره میگه از اینجا اومده که خب من چرا دارم پول بذارم مثلا 50 میلیارد دلار به اوپن آی بدم برام فلان اپلیکیشن رو توسعه بده، میدم چند میلیون دلار به یه شرکت چینی تک 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 برام میزنه و درستش میکنه. خب من مرضم چیه که برم میلیارد بدم مثلا وقتی میتونم با میلیون مشکل. و این داره میگه که ارزش سهام شرکت های مرتبط با هوش مصنوعی مستقر در آمریکا صبح امروز کاهش یافت که قیمت سهام اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داد. چون اینجا عزیزان گرفتاری سرمایه‌داری به نسبت عدم گرفتاری که چاینیزا دارن اینه که چینی ها فرمول هایی رو پیدا کردن که بر اساس اون میتونن با هزینه های بسیار پایین یک کاری رو که در کشورهای پیشرفته داره با هزینه بسیار بالا انجام میشه انجام بده، هرچی که باشه. چه در مورد کالاها میگه این لباس رو چقدر تولید میکنی، این تلفن رو چقدر تولید میکنی، قیمت میاد بهت میده 1/10، درست میکنه نمونه میده دستت، میبینی ای بیناموس از اصلا بهتر درست کرده انقدر که خوبه و فلان، قیمتش هم 10 برابر کمتر. خود دیوانه ای مگه؟ پدیده به اسم دانکی مگه آدمو گاز گرفته که بخواد بیاد 10 برابر بده به شرکت آمریکایی؟ 70 جورم مثلا مسئله داشته باشه، چینی میگه بده پولو بریز به حساب، من جنستو تحویل میدم، تموم شد. اینجوری بازار تبدیل به بازار جهان شده، تبدیل به کارخانه جهان شده برای خودش. هر چیزی رو که بگید میتونه با کیفیت خوب و بدون هزینه های بالا تامین بکنه. ببینید خبر داره این رو میگه که این مدل نسخه سوم اپلیکیشن دیپسیکی که الان هست، مثلا میگه محبوبیت، اول اینو بگم، محبوبیت نسخه سوم این اپلیکیشن از زمان عرضه در 1 ماه پیش مرتب افزایش یافته است. یعنی شما الان در امریکا بخواید برید دیپسیک رو سوار بکنید، پیام براتون میادش که انقدر سرورهای ما مشغوله که الان نمیتونیم ثبت نامتون بکنیم، برید یه چند دقیقه دیگه بیاید به اصطلاح یا چند ساعت دیگه بیاید. و میگه این باور رایج را که آمریکا رهبر بلا منازع صنعت هوش مصنوعی است به چالش میکشد. برای اینکه شما میخواید یه چیز در و داغونی به اسم چت جی پی تی سوار بکنید که حالا چیکار بکنه چیکار نکنه، این به راحتی اومده تمام اون کاربردها رو براتون گذاشته به زبان خیلی ساده، با یه اینترفیس خیلی راحت، ظاهر به اصطلاح خیلی ساده، میتونید همه جور ازش کار بکشید. حالا اینجا ببینید چه جالب میشه. میگه که این مدل با استفاده از مدل هوش مصنوعی دیپسیک V3 کار میکند و سازندگانش میگویند، چینی ها رو میگه، با هزینه کمتر از 6 میلیون دلار توسعه یافته است که بسیار کمتر از میلیاردها دلاری است که برای دیگر برنامه‌های رقیب هزینه شده است. یعنی شما پیدا نمی کنید بین این اصلی ها مثل گروک و جمینی و چت جی پی تی و نمیدونم اوپن ای آی و اینها که صحبت از میلیارد نکنن، واسه اینکه بگن ما یعنی خیلی مهمیم، هی میگفتن 10 میلیارد گذاشته 20 میلیارد گذاشته. یه دفعه یه جوجه چینی بلند میشه میاد میگه الان یه چیزی دارم که رو دست همتون بلند میشه، نگاه میکنم میبینم میلیون ها نفر هجوم آوردن دارن این رو دانلود میکنن که استفاده بکنن. برابر این بساط شما که میخواستید پول بسازید از طریق تعداد یوزرهاتون یا کاربرانتون، این مدل اقتصادیتون زیر سوال میره، تمام پولی که تا اینجا گذاشتید زیر سوال میره، تمام پولی هم که قرار بوده بیاد اصلا دلیلی دیگه پیدا نمیکنه. وقتی جوجه اومده داره میگه زیر 6 میلیون اینو گسترش دادم، میلیون ها نفر دارن میان که دانلودش بکنن و استفاده بکنن، دیگه شما چیکار هستنید این وسط؟ حالا این مثال رو زدم که بدونید عزیزان، سرمایه‌داری به ویژه سرمایه‌داری آمریکا
به دلیل اینکه مسائل رو پول محور میبینه نه کاربرد محور، در مقابل چینی ها داره بازی رو در برخی از عرصه ها از دست میده. یعنی اونا اینجوری نگاه نمی کنن که چقدر پول ریختیم توی موضوع، نگاه میکنن چیکار میخوام بکنن اونو میرن انجام میدن. شد 1 میلیون شد 1 میلیارد 1 میلیارد. امریکایی اول میاد میگه داری 10 میلیارد بذاری یا نه، قبل از اینکه اصلا به این بخواد فکر بکنه که حالا من قراره چه توفیقی نتنزی با این 10 میلیارد درست بکنم و فلان بکنم و این. چرا؟ چون همه دنبال پولن، همه گریدی یا به قول معروف حریص پولن. این رو شما به عنوان یک شاخص بگیرید، ببینید در چه روزی من دارم میگم، روز 7 ریاست جمهوری آقا ترامپه. این رو به عنوان یک شاخص بگیرید برای که بدونید اگر یه موقعی همینطور هفته به هفته ماه به ماه رفتیم جلو و دریافتید که اقتصاد آمریکا به جای اینکه همونطور که آقا ترامپ گفته بود من بیام با لگد اقتصاد آمریکا رو میفرستم به آسمون، به اوج پیشرفت، اسمش هم گذاشته بود گلدن ایج، دوره طلایی. اگر یه موقع دیدید همچین زمان داره میگذره ولی رنگ دوره طلایی نشده، بدونید از این چیزا میاد، بدونید از این مسائل زیرساختی، زیربنایی، عیب و ایرادهای جدی که ریشه‌دار هستن در نظام سرمایه‌داری میاد. حالا چینی ها هم 1001 عیب و ایراد خودشونو دارن، ولی اون چیزی که مهمه اینه که در بازار بحث رقابته. اصلا به این نگاه نمی‌کنن آقا شما چقدر سرمایه گذاشتید، پس من میام مثلا اپلیکیشن اپ شما رو سوار میکنم. نه، هر کدوم که بهتره، هر کدوم کارمو بهتر را میندازه. حالا تو 100 میلیارد گذاشتی اون درست کردی، این 6 میلیون گذاشته درست کردی، به من چه؟ من میخوام استفاده بکنم، سرمایه گذار نیستم که. سرمایه گذاران الان به وحشت افتادن. بازار نستک بازار ارزش‌های شرکت‌های فنی و کامپیوتری و ای آی و نمیدونم اینها هست، همه داره سقوط میکنه. حداقل امروز بر اساس این شوکی که رفته به صفحه اول CNN چسبیده یا حتی در صفحه اول BBC شما این رو میتونید پیدا بکنید. بنابراین عزیزان یک بار دیگه ملاحظه میکنید که اون کسانی که تصور میکنن نقد و انتقادی که ما ببینید، ببخشید یه لحظه بریم قبلش، توی صفحه اول BBC مهمترین و بزرگترین و اصلی ترین خبرش همینیه که دارید میبینید. Chinese AI birth, DeepSeek sparks US market turmoil. داره میگه همین بود یا اپلیکیشن AI DeepSeek تمام بازار سهام آمریکا رو چکار کرده؟ دچار تنش کرده. ببینید چقدر wiping 500 billion of major tech firms. در عرض همین چند ساعتی که بازار باز شده 500 میلیارد دلار سرمایه از بازار نستک، بازار تکنولوژی آمریکا دود شد رفت هوا. وایپینگ. ببینید اینجوریه، یه شرکتی با 6 میلیون دلار سرمایه گذاری میاد، فقط خبر این میرسه که داره میادش توی اپل استور مستقر بشه، توی اندروید استور برای تلفن‌های اندروید یا تلفن‌های اپل مستقر بشه و شروع کنن ملت اینها رو دانلود کردن. شما میبینید یا امام زمان 500 میلیارد دلار دود شد رفت هوا. اینجوریه. نگاه بکنید چقدر جالب، همزمان این دوتا عکس رو چجوری تصادفاً در کنار هم قرار گرفتن. یکی این بالا داره خبر میده در مورد دود شدن 500 میلیارد دلار، یکی هم این پایین جمعیتی که داره به صورت یه موج در نوار غزه حرکت میکنه به سمت سرزمینش. ببینید دو تا رویای سرمایه‌داری و صهیونیسم به فاصله کمتر از 24 ساعت دود شد رفت هوا. و شما به این اگر معجزه نمیگید چی میگید؟ اسم این اگر معجزه نیست چیه؟ و زمانی که میبینید مرحوم عرفانی در برنامه ها میگفت هموطنان عزیز وارد دنیایی شدیم که دنیای از این به بعد بی ثباتی تا با ثباتی، برای اینه
یعنی پارامترها به قدری در حال تحول هستند که رو هر چیزی بخواید حساب بکنید برای بیش از چند روز و چند هفته سرخورده میشید که بگید مثلا آره حالا ما انشالله رحمان آقا ترامپ میاد، بعد آقا ترامپ همه جا رو درست میکنه، بعد میاد ایران هم درست میکنه، بعد ما همه خوشبخت میشیم. از این رویا پردازی های صمد آقایی نداشته باشید عزیزان، واقع گرا باشید. این مثال رو من الان 10 دقیقه رو بدارم توضیح میدم راجع به یه دونه اپلیکیشن چینی که بدونید به هم زدن بازی ها، یا اول اشاره کردم به اراده خلق فلسطین برای اینکه تو دهنی بزنه به تمام کسایی که داشتن صحبت از این کردن، مصر میخواد تشریف ببرید یا اردن بیشتر دوسته. ببینید الان شما اراده داشته باشید، خلاقیت داشته باشید، میتونید به هر بی‌ناموسی، با هر قد و قواره‌ای، با هر درجه از جنایتکاری مثل ارتش اسرائیل یا مثل بازار تریلیون دلاری سهام امریکا، میتونید یک کله بزنید توش اگر لازم باشه. یکیشو شرکت کوچولوی چینی میزنه، یکیشو مردم نوار غزه میزنه. اینجوری عزیزان شما مردم ایران هم میتونید. اجازه بدید بریم بخش دوم، اشاره بکنیم به موضوع برنامه که عبارت است از تشدید اختلاف ها در درون نظام. با ما باشید چند لحظه. خب باز میگردیم. همونطور که میدونید در برنامه روز جمعه کاوه آهنگر من مفصل این موضوع رو مورد بحث قرار دادم. بعد در برنامه شنبه هم اشاره کردیم. مقاله‌ای هم که این هفته داشتیم در همین رابطه بود که تغییر سیاسی در ایران در راه عزیزان. تغییر سیاسی در راه به خاطر اینکه شرایط اقتصادی دیکته میکنه که این تغییر اتفاق بیفته. همونطور که در امریکا در تمام کشورها همینا، اگر دیدید این وضعیت اقتصادی که امروز توصیف کردیم فردا و پس فردا و یه هفته 2 هفته ادامه پیدا کرد، بدونید دوباره اینها پدیده هایی که در علوم آکادمیک بهش میگن قلقلک عزیزان. نظام سرمایه‌داری قلقلک داده میشه که آقا روی این بساط و اینجور چیزا حساب نکن، بیا برگردیم به همون مدل جنگ کره و ویتنام و اینها، بریم دوباره شخ بزنیم، بمبارون بکنیم، توپ و تانک و پول اونجا خوابیده ها، پول توی توپ و تانک و هواپیما و بمب کشت و کشتار خوابیده ها. زیاد دنبال اینه این چینی‌ها میان یه دفعه با یه شرکت 6 میلیون دلاری 600 میلیون تو دود میکنن میره هواها. بنابراین این بحران حالا اسمش هنوز بحران نیست، ولی زمزمه های احتمالی بروز یک چیزی به اسم بحران اقتصادی در اقتصاد سرمایه‌داری، به ویژه اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا رو شما به عنوان شاخص و دلیلی ببینید در مورد اینکه ممکنه دیپ استیت یا اون دولت در سایه بتونه کاخ سفید و دار دسته رو قلقلک بده که آقا جان راه خروج، راه نجات در نظامیگریه، در جنگه. بنابراین الان اگر بتونیم با برادران اسرائیلیمون بریم و با همدیگه به قول معروف یه جنگ حسابی را بندازیم، احتمالاً که بتونیم اونها رو مثلا شخ بزنیم، مملکتشون رو تجزیه بکنیم، در داغون بکنیم و چه اهمیت داره. مهم اینه که از این وضعیت اقتصادی رها میشیم. شاخص بورس اینجا در نیویورک عزیزان یادتون باشه در واقع ازش به عنوان دولت واقعی نام میبرن. یعنی شما نگاه نکنید زیاد که چجوری مثلا کاخ سفید چی میگه و اینها. یه مفسر الجزیره دیروز میگفت بله آقا ترامپ زیاد صحبت میکنه، در صحبتاش هم معمولا اینجوریه که یه بخش از صحبتاش بخش دیگه از صحبتاش رو بی‌اعتبار میکنه. این خودش یه هنری عزیزان. بنابراین زیاد روی اینا نگاه نکنید کی داره چی میگه و کجا و چی و نه، فقط و فقط نگاه بکنید به شاخصهای مادی مشخص که ثبت در ژنتیک ساختاری نظام سرمایه‌داری.
اونجا اگر دیدید عوامل ژنتیک داره قلقلک میده و برجه بورجه میکنه، بدونید بی‌ناموسی نزدیکه، بدونید احتمال جنگ و اینا هستش. حالا جونم بگه دلم بگه براتون عزیزان، بریم سراغ مملکت گلگلاب خودمون. گفتیم که یه عده‌ای در ایران را افتادن و میگن که ما مذاکره دوست دارم. خیلی دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که بریم به پای مذاکره با آمریکا، حل بکنیم انشالله قضیه رو، که هم ما بتونیم پول در بیاریم و بمونیم و زنده بمونیم و چیکار بکنیم، هم مورد حمله قرار نگیریم و این داستان ها. خب یه عده‌ای گفتیم در نظام دنبال این هستن. دلیلش هم اینه که به بنبست رسیدن، دلیلش اینه که ره به جایی نمیتونن ببرن و معتقدن که اینجوری اگر پیش بریم کارمون تمومه. ولی ما گفته بودیم عزیزان که هر گونه رویای نزدیکی ایران و آمریکا با موانع داخلی و خارجی مواجهه. ببینید در آخرین مقاله زنده‌یاد عرفانی چی داره میگه که در چنین شرایطی آمدن نظام به پای میز مذاکره مخفی یا علنی با آمریکا و تلاش برای جلوگیری از فرو غلتیدن در باطلاق ابرتورم حتمی است. یعنی تردید نداشته باشید که نظام، حالا اسمش ما بهش میگیم نظام، ولی همیشه یادتون باشه در ساختارهای مافیایی وقتی میگید مثلا حکومت، رژیم، سیستم، نظام، منظورتون یه بخش از این مافیا هاست، کلشون هیچ بخش سر هیچ چیزی با هم دیگه توافق 100% ندارن. حالا ببینید جمله بعدی میگه میماند اینکه آیا این مذاکرات میتواند از تمامی موانع داخلی و خارجی عبور کند و به نتیجه برسد یا خیر؟ میتونه رد بشه از این موانع داخلی و خارجی. حالا خارجی هاشو که میشناسیم، قربونش برم، برادران اسرائیلی در تل آویو زحمتشو میکشن، ولی در داخل گفته بودیم در داخل نیز جناح‌های وابسته به صهیونیسم که در ایران فعالن، دفتر دارن. یادتون باشه که اسرائیل در ایران شبکه داره، بساط داره، دفتر داره، ساختمون داره، رادیو تلویزیون داره، کیهان شریعت مداری رو داره. همه اینا متعلق به نتانیاهو دار دستش در قلب تهران. مانند بازاری های مختلفه تازه مسلمان، جریان های مافیایی قانونگریز درون سپاه، روحانیت و بازار. حالا اینا گفته بودیم چیکار میکنن؟ خوب گوش بدیدم وطنان عزیز. در نوعی از همدستی ضمنی و هماهنگ با تل آویو، قربونش برم، هماهنگ با نتانیاهو، به کارشکنی های بزرگ برای جلوگیری از برقراری روابط عادی میان آمریکا و ایران و تنش زدایی میان این دو دست خواهند زد. حالا اگر میخواید شاهد از غیب بیارم براتون عزیزان که منظور چیه و کی و اینهاست، میریم مستقیم به صفحه اول حضرت آیت الله BBC ملاحظه بکنید. خبر اولش بزرگ: افزایش حملات به سیاست خارجی پزشکیان و تشدید فشار برای برکناری ظریف. حالا مم جواد الان یه تیتر الکی براش درست کردن، اسمش هست معاون راهبردی مسعود پزشکیان. حالا این چیه، از کجا آمده ما که نمیدونیم والا، ولی مم جواد رو بردن که این بره یه جایگاهی داشته باشه که هم در داخل بتونن بگن نه اونجوری مقام و تصمیم گیرنده و اینا نیستش، در خارج هم بتونن بگن آقا این معاون راهبردی رئیس جمهور دیگه. ببینید میخوان دو طرفه بازی بکنن. حالا در داخل متوجه شدن که یه کلکی تو کاره. مم جواد بلند رفته داووس، داره زیرزیرکی، به قول علما زیرجلکی داره مذاکره میکنه، با آمریکایی و با غیر آمریکایی و با کی و اینها داره مذاکره اونجا. برای همین آتش توپخانه برادران صهیونیستی مستقر در تهران آغاز شده.
و حسابی دارن میکوبن که اینجوری نیستش که دستتون باز باشه برید بخواید واسه خودتون هر کاری بکنید و ایناها. یعنی دور دسته غمکشا مثل این حمید رسایی و اینا اومدن و شروع کردن. اتفاقا یه چند تاشون هم فرستاده بودن تو خیابون مثلا که دیگه تهدید رو یادتون باشه که چون مافیا هستن میدونن که فقط با زبان تهدید کار میکنه دیگه، زبون دیگری که اینا حالیشون نیست. با زبون تهدید به ممجواد و به عباس قالیباف و نمیدونم همه اینا ندا رو بدن که اگه اینجوری بخواد پیش بره ما یه جورای دیگه رفتار میکنیم. ما بذارید یک دو تا نمونه رو ببینیم با هم فیض ببریم. تذکر من ماده 22 بند 11 است. این چاقوکش رسایی جلسه و شأن مجلسه. من چاره‌ای ندارم، جای دیگه ای نمیشه این تذکر رو داد. اگر به جای حضرت عالی آقای محسنی اژه‌ای اونجا نشسته بود من تذکرم رو بهتر میدادم. ببینید آقای دکتر قالیباف مطالبه ای رو مجلس از قوه قضاییه کرده، یک انتصاب غیرقانونی صورت گرفته. انتصاب غیرقانونی، خوب دقت بکنید، همین معاون راهبردی رئیس جمهور که از جیبشون در آوردن یا همچین درست کردن که ممجواد بتونه بیاد تو صحنه. حالا اینا مچشون گرفتن گیر دادن. تمام توان دولت به جای حل مشکلات مردم، حل مسائل اقتصادی، حل مسائل معیشتی، این شده که یک نفر رو در یه جایگاه غیرقانونی نگه داره. من واقعا دلیلش رو نمیفهمم. بعد علاوه بر این که نگه میدارن خب ایشون رو ارسال میکنن برای سفرهای خارجی. ارسال میکنن، خوب دقت بکنید، ارسالی به داووس داره میگه. با مواضع عجیب غریب در نشست داووس که آقای ظریف شرکت کرده، در لیست برنامه ایشون دیدار با 6 اندیشکده پیش بینی شده که نه محتوای اون اندیشکده ها، هویت اون اندیشکده ها، نه محتوای جلسه، نه افرادی که در اونجا هستن برای مجلس معلوم نیست. ما از وزیر خارجه الان سوال کردیم ولی وزیر خارجه میگه آقا دست منم نیست. خب تکلیف چیه واقعا؟ چرا؟ من سوالم اینه چرا آقای محسنی اژه‌ای دستور نمیدن تا قانون نحوه انتصاب صراحتاً گفته اگر انتصابی بدون داشتن این شرایط صورت بگیره اون انتصاب کأن لم یکنه، یعنی اصلا انتصابی نیست. خب این انتصاب نبودن رو اگر در حوزه وزیر باشه ما میتونیم بیاریم اینجا با استیضاح وزیر معلوم بکنیم. الان در این موضوع قوه قضاییه باید ورود بکنه. خب ببینید داره خود شاقوکش ها داره میگه که یه غمکش باید بیاد این مسئله رو حل بکنه، داره حواله میده به اژه‌ای بیناموس ورود بکن کارو تموم بکن دیگه. از اون ور یه دی رو حمید رسایی و دار دسته بازاری های مختلفه فرستادن تو خیابون که برید آقا نتانیاهو خیلی حالش بد، برید شعار بدید. اومدن آقای پزشکیانه اگر تا 12 بهمن لایحه مصوبه امام و حجاب ابلاغ شد که شد، اگر نشد آقای قالیباف ما از شما تحت عنوان مفسد فی الارض شکایت خواهیم کرد. ببینید قالیباف شد مفسد فی الارض، برای اینکه الان قالیباف توی مجلس داره سعی میکنه اینها رو پوزبند بزنه و نذاره که سر صداشون در بیاد در رابطه با مذاکرات، که تا فرصت هست یه کاری بکنن دیگه. چون دیدید در برنامه گفتیم که چیزی که داره به اینا دیکته میکنه که برید و زودتر یه کاری بکنید شرایط اقتصادیه، نکنن و شکستن عزیزان کارشون تمومه. و برای همین شما میبینید که مافیاها آدماشون رو دارن میارن توی خیابون عزیزان و داره میگه که ممجواد رو که اصلا حالا داریم خدمتتون میذارم، ممجواد دارن میگن ممجواد ظریف اعدام باید گردن، حکم اعدام رو صادر کردن، مونده دکتر قالیباف ببینن چجوری میتونن قالیهاشو با آتیش بکشن. نگاه بکنید عزیزان حسابی صحنه داره شیرین میشه. نصیب اون
برای اینجا دعوا بر سر گندم ریه. قانونگاه از حکم حجاب برگردد، قانونگاه از حکم حجاب برگردد، گندم ری نصیب اون نگردد. داره میگه قالیباف اگر از حکم حجاب، حالا حکم حجاب چه ربطی به ممجواد داره، اینو باید پرتقال فروش رو پیدا کنیم، ولی داره میگه ممجواد اگر قالیباف اگر از حکم حجاب برگرده گندم ری نصیب او نگردد. این بدبختا هم نمیدونن که یعنی چی، دارن همینجوری شعار رو شدیداً تکرار کنن. حالا از این موارد عزیزان زیاده و نشون دهنده یک چیزه، درست بر اساس پیشبینی که ما همیشه کرده بودیم. ببینید چندین بار این در تاریخ عمر ننگین نظام کثافت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که هر بار نظام خواسته قش بکنه به سمت غرب، تمام شاخها و شاخک‌های اسرائیلی در داخل فعال شدن. نگاه بکنید، حالا ممکنه سن برخی از بینندگانمون اجازه نده بیارن، در دوره رفسنجانی چنین اتفاقی افتاد. اومدن به قول خودشون سیاست نمیدونم بازسازی بذارن و سردار سازندگی را بندازن و اینها. دیدیم که کار به جای باریک کشیده شد و تهدید مستقیم. حالا در نظر بگیرید خامنه‌ای هنوز خامنه‌ای اونجوری نشده بود با وجود اینکه رهبر بود. 8 سال هاشمی رفسنجانی رو اینا خنثی کردن و سپاه عملا اومد و اجازه نفس کشیدن و این داستان ها نداد. اومدیم وارد دوره خاتمی شدیم، دوباره دیدید که همین عوامل اسرائیلی سعید امامی و غیر ذالک ریختن، کشتار دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای، اینها که کمترین شانسی برای نزدیکی نباشه. بعدش عنصر اسرائیلی اومدش رأس کار که در مورد این عنصر اسرائیلی هم نکته جالب اینه که در کتاب جدیدی که یا جدید حالا نمیدونم کی منتشر شده، اخیر بگیم، خاطرات کتاب 3 جلدی خاطرات فرمانده سابق سپاه هستش که انتشار یافته و در اون داره عنوان میکنه که ما زمانی که اومدیم مشغول نمیدونم چی بودیم و اینا، یه بابایی اومد به ما گفت، مهندس با هنر اومد به ما گفتش که این دارودسته احمدی نژاد و اینا رو بیارید توی کار و اینها. و بعد از چند سال بعد داره از قول سفیر بریتانیا میگه که همه فکر میکردیم رئیس جمهور کی میشه. سال 84 سفیر بریتانیا برگشت به ما گفت نه، شهردار تهران رئیس جمهور میشه. میگه ما همه به ریشش خندیدیم و فکر کردیم که داره مزخرف میگه، ولی بعد متوجه شدیم که نه درست. ببینید بعدش احمدی نژاد اومد که به طور کامل هر گونه شانسی برای برقراری ارتباط ایران و آمریکا رو نابود کرد. مجبور شد نظام بره دوباره دارودسته حسن روحانی و جواد ظریف و اینا رو بیاره. اومدن که یه ذره جمع جورش بکنن، دیدیم که از این ور کار رو دست راستی های آمریکایی و اسرائیلی، لابی اسرائیل در آمریکا با آقا ترامپ و بیرون اومدن از برجام انجام داد. ببینید هرگز و هرگز در نظام جمهوری اسلامی سیاستی به اسم سیاست یک دست نظام برای رفتن به پای مذاکره با آمریکا، برقراری رابطه با آمریکا یا چیزی شبیه به این عملی نشده. و این بار تنها تفاوتی که داره اینه که پارامترهایی که داره رژیم رو هل میده به سمت اینکه این کارو بکنه، پارامترهای سرنوشت سازه. یعنی اگر این کار رو بکنه میمونه نظام، اگر نه از یکی از این طریقی که در مقاله من 3 تاشو آوردم عزیزان از بین میره. یا شورش ها اتفاق میفته، جنگ داخلی میشه، یا حمله نظامی و درگیری با اسرائیل، یا احتمال جنگ با آمریکا. حتی در این ترتیب چیزی از نظام و تابع اون چیزی از ایران باقی نخواهد بود. تنها سناریویی که ممکنه این وسط چیزی رو برای ایران و ایرانی به جا بگذاره در حال حاضر همینه که اینا بتونن این مسئله اتمی رو حل و فصل بکنن، تنش رو در خاورمیانه کم بکنن، یه جوری به قول معروف با آمریکایی‌ها کنار بیان. که فراموش نکنیم
اسرائیل از 3 جبهه به این سناریو حمله میکنه. یک، مستقیم خودش اعتراض میکنه، هر جا بتونه بساط تو خاورمیانه به هم میزنه، جنگ لبنان، جنگ دوباره در نوار غزه، حمله به نمیدونم تصرف مناطق بیشتری از سوریه، حتی ضربه نظامی به ایران. این یکی از ابزارهایی که اسرائیل داره. ابزار دومش تمام لابی اسرائیل در ایرانه، تازه مسلمان ها، یهودی های پنهان، عوامل اسرائیل، کیهان شریعت مداری، بازاری های مؤتلفه و غیر ذالک که دیدید از الان کارشون رو شروع کردن، حمید رسایی تازه مسلمان، اژه‌ای تازه مسلمان و غیره. و این ور هم لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا هست که تمام دوروبر آقا ترامپ رو پر کرده و یه ذره وضعیت اقتصادی کله پا بشه که خواهید دید کله پا خواهد شد. آقا ترامپ هم که قرار بود صلح و آرامش رو به جهان بیاره، اولین رئیس جمهوری خواهد بود که خواهان جنگ‌های بزرگ گسترده از سوی آمریکا خواهد بود و اولیش با ایرانه، اولیش با کشور ما و نابودساز کشور ما خواهد بود. بنابراین هموطنان عزیز، اگر خواستید بشینید و محاسبه بکنید در مورد آینده، این پارامترها رو هم در کنار عوامل دیگری که مد نظرتون هست مورد توجه قرار بدید. ما تا موقعی که بتونیم دیدگاه رو نگه داریم، اگر هموطنانمون یاری بکنن، برای ارائه اون نگرش زاویه دیدی هست که در رادیو فردا و بی بی سی و تلویزیون ضد ایرانی ایران اینترنشنال و اینا نمیشنوید. اینها یادتون باشه به قول معروف دستگاه‌های پروپاگاندا هستن. حالا اسمشون شبکه خبری و اینا هست، ولی دستگاه‌های تبلیغاتی هستن برای اینکه منافع اون دولتی رو که پولشون رو داره میده تامین بکنن. هر چی که بگه، هر حرفی بزنه همون رو میان مطرح میکنن. ما اینجا این محدودیت رو نداریم، از دولتی پول نمیگیریم، بنابراین حساب به هیچ دولت بیناموسی پس نمیدیم. اگر بتونیم به همت خودمون تلویزیون رو زنده نگه داریم، این حرف و سخن ما هست تا موقعی که پاورجا باشه و پاورجا باشیم. از اون به بعد هم دیگه شما خودتون چون این دستگاه تحلیلی رو دارید، میتونید دشمنان کشور رو، دشمنان ایران رو چه در داخل چه در خارج خوب تشخیص بدید و همینطور دوستان رو مجهز بشید به عنصر آگاهی که تعریفی که ما ازش کردیم قدرت تشخیص درست منافع جمعیه. هر موقع رسیدید به این قدرت تشخیص که منافع جمعی ایرانیان در چی هست، چگونه باید تامین بشه، اون بهش میگن آگاهی. عزیزان، اخبار و اطلاعات اسمش روشه دیگه، اطلاعات، آگاهی نیست. آگاهی قدرت تشخیصه. این قدرت تشخیص برای حفظ منافع جمعی اون چیزیست که ما لازم داریم. و یادتون باشه که اوضاع احوال به گونه‌ایه که کمترین شانسی برای سر خود رو کلاه گذاشتن و خود رو سرگرم کردن و غیر ذالک نمیگذاره. خبرهای بسیار نگران کننده ای عزیزان داره میرسه از موقعیت به اصطلاح آب و هوا در ایران. یک بار دیگه تذکر میدم، چون هنوز در قلب زمستان هستیم، وای به حال بهار تابستونمون. ملاحظه بکنید ذخیره آبی 16 سد مهم ایران به زیر 20% رسیده است و این خبر داره میده از فاجعه. مطمئن باشید آخوند و حکومت آخوندی دولتی نیست که بتونه شما رو از این فاجعه‌ای که در راه نجات بده ها. اگر میخواید نجات پیدا بکنید، باید مملکتتون از چنگ این هیولای دست ساخته اسرائیل که رژیم جمهوری اسلامی باشه بیرون بکشید، کشورتون از چنگ اسرائیلی ها در بیارید و یک حکومت ملی و مردمی سوار بشه تا بتونه به درد نون و آب و غیر و ذالک مردم برسه. سایه ابرتورم رو ما داریم میبینیم. ببینید یک گزارشی یه هموطنی تهیه کرده که قشنگ گویای همین داستان شروع نشانه های نخست پدیده ابرتورم هست. ببینید عزیزان، این که سر ما اومده 1 کیلو جگر، 1 کیلو تقریبا یه ذره بیشتر سیب، یه بسته ماست، 700,000 تومان. 700,000 تومان پول رایج مملکت واسه این شده اقتصاد این حرومزاده ها. بله، ببینید این قیمت هایی که ایشون داره میگه قیمت های امروز ها
بنابراین اطمینان داشته باشید دقیقاً همین اقلام رو اگر فردا پس فردا رفتید و به جای 700,000 تومان 750,000 تومان دادید، بدونید وارد فاز ابرتورم شدیم. منتظر نباشید از رادیو تلویزیون اعلام بکنن هموطنان عزیز رفتیم به سمت فاز ابرتورم یا یه چیزی شبیه به این. نه، این به طور عملی و بی سر و صدا اتفاق میفته. همونطوری که دیدم دارن عنوان میکنن که اصولا دولت دیگه دست از داستانی به اسم کنترل قیمت ارز برداشته. ملاحظه بکنید سقوط آزاد ارزش پول ملی، دولت فنر دلار را تا مرز 100,000 تومان رها کرده است. این 100,000 تومان همون چیزی که بحث مفصل شد در آخر هفته داشتیم و خدمتتون گفتیم که شاخص ورود به دوره ابرتورم و الان داره اتفاق میفته. دلار 85 تا 6,000 تومانی امروز میره برای 100,000 تومان به فاصله 1-2-3 هفته. نزدیک عید که بشیم مطمئن باشید توان عبور از 100,000 تومان رو هم خواهد داشت. برای خودتون آماده بکنید و بدونید که این فاجعه اقتصادی میآفرینه. ابرتورم یعنی این که این سه قلمی که هموطنمون داشت نشون میداد، یه بسته کوچک جگر، یه چند تا سیب و یه کاسه کوچک ماست. این در شرایط ابرتورم عزیزان میتونید به راحتی 1-2-3 روز دیگه اینو 800,000 تومان، بعد 900,000 تومان و همینطور بیشتر داشته باشید. و تصور بکنید یه خانواده‌ای که بر مبنای حقوق 10 تا 15 میلیونی یک نفر داره زندگی میکنه با یه همچین هزینه چیکار کنه؟ چون اینو مثلا میگم ضرب در 13 14 15 بکنید میشه کل درآمد یک خانواده 4 نفره 3 نفره نمیدونم چقدر در ایران. و شما حالا تصور بکنید کی میتونه با این شرایط زندگی بکنه. و همین دلیل یک بار دیگه در ورای تمام قصه های سیاسی و ایدئولوژیک و دموکراسی و اینجور چیزها به فکر این باشید عزیزان برای تأمین یک آینده حداقلی برای خود، خانواده و هموطنانتون، برای حفظ بقای کشور میبایستی ترس و تنبلی رو بذارید کنار و وارد صحنه بشید. در این مورد با خودتون هم بیشتر صحبت بکنید، بین خودتون بیشتر صحبت بکنید و سعی بکنید به دنبال راه حل باشید عزیزان. آماده شدن، مجهز شدن، مسلح شدن، یک رهبر برای خود پیدا کردن و باور داشتن نسبت به اینکه میتوانید و میتوانید و میتوانید، همچنان که در 24 ساعت گذشته ملت فلسطین ثابت کرد که در شرایطی که 1000 بار، نه یک بار و 100 بار، 1000 بار از شرایط ایران وحشتناکتره، همچنان پا بر جای ایستاده و دست از آرمان و سرزمین خودش بر نمیداره. ممنونم از توجهتون به این برنامه. تا برنامه فردا، بدرود.